این بهشت روی زمین است. مال آخرین خانه و آخرین ماشینش میفروشد طرف تا که بیاید شهروندی روسی را گیرد و گریزد بیاید روسیه تا که در روسیه شهروند شد. در بسیار شهرهای دنیا امروز من میبینم و شاهدم هستم که دولت ها پایتخت میسازند مثل دریای سردی، سیهون نه، جیهون نه، سرعی آب میارن، یک کل، یک حوض بنیاد میکنن و این رمزی است. خود قلعه خوجند، خود زادگاه کمال، جای زیست و این منظره دو طرف کوه و دریا، اینا با چشمان اهل زیادی با قلب آنها از این بلندی قلعه در اینجا نشست و الهام آمد و ایجاد کرد. ادامه ایجادات کمال باید اهل زیای امروزه دوام دهد. این بهشت روی زمین است. این تنها یک سیهون نیست، یک دریا نیست. این آب است، این آبی آشامیدنی است، این حیات است، این زندگی است، آنچه که امروز در دنیا نمی رسد. بایگری یک دولت ملتش است. ملتی که دیندار است، با تقوا است، عرق نمی نوشد، کار میکند و دنبال یک دهن نان خودش است و بالای حکومت نیست. بالای حکومت بار نمیشد این ملت. این باید بایگری یک دولت باشد. متاسفانه حکومت امروزه تاجیکستان این بایگری را نادیده میگیرد. این بایگری را نادیده میگیرد. ما کلی کارا را در وطن داریم. خدا شاهد است. به خدا قسم امکان 1 میلیون 2 میلیون مهاجر کار تامین کردن در وطن هست. اگر اینکه با عقل و فراست و دید و نظر دولتی و با منیجمنت دولتی سیاسی اگر باید رهبری شود. شما نمیدونید که تاجیکستان چقدر بایگری دارد. به خدا قسم اگر این 9 میلیون ما از زبان یک سیاستمدار گپ میزنم، یک سیاستمداری که تاجیکستان بسیار آموخته است، یک امریکایی، میگفت که اگر یعنی تاجیکستان ذخیره های کندنی های معدنی های داره که در همین 9 میلیون 20 سال اگر کار نکنن این ذخیره ها این معدناش میرسد برای 9 میلیون. ولی متاسفانه این حق 9 میلیون چی دزدیده می شود. حق 9 میلیون چی 100 نفر 50 نفر متاسفانه میخورن. ببینید تاجیکستان شما وقتی قدم میزنید در کشور زیر پاتون گنج است، زیر پاتون طلا و نقره است. ولی متاسفانه این طلا و نقره الکی به ما تعلق ندارد. الکی این طلا و نقره بر وقت فروخته شده است. مافیا ایره همش فروخت. بنابر همین عزیز دل پیش از همه بایگری یک دولت ملتش است. ما با این ملت مینازیم انشاءالله. این ملت باور کنید در دوام 1 سال 2 سال میتوند یک تاجیکستانی بنیاد کند، یک کشوری بنیاد کند، یک دولتی بنیاد کند که تمام ممالک دنیا و تمام ملت دنیا هوس کنند و آرزو کنند که بیان در این دولت زندگی کنند و شهروندی این دولت گیرند. ولی از متاسفانه شما ببینید تاجیکستان، شما اون نوبت پایی در نزد خدمات مهاجرت روسیه را بینید. آخرین گاو، آخرین مال، آخرین خانه و آخرین ماشینش میفروشد طرف تا که بیاید شهروندی روسی را گیرد و گریزد بیاید روسیه تا که در روسیه شهروند شود و احترام و اکرام و حیثیت پیدا کند. خدا شاهد است. اگر امکان دارن همین 9 میلیون چی روسیه میبیان و تبعیت روسی میگیرن. یک بار بروید ببینید خدمات مهاجرت روسیه، FMS روسیه در تاجیکستان چی احوال دارد و این مردم به خاطر شهروندی روسیه را گرفتن چند هزار دلار صرف میکنن که خانوادگی بیان در روسیه مهاجر شوند. بنابراین همین چشم باز کنید.